سلام و درود به امت همیشه در صحنه و حماسه سازان حضور. امروز آمدند امروز جان. بله نه بله اتاق فرمان مثل که اشاره میکنن هنوز تشریف نیاوردند، اما دشمنان بدانند که حماسه حضور می آید، ولوله می کند، غرغره می کند. دنیا بداند که مقام عظمای ولایت 40 ساله شد. ولی بنده خدا چقدر شکسته شده ها، مثلا چهرهش اینا خیلی، ولی اول چلچلیشه و هنوز براندازی نشده و این حضور میلیاردی نشان دهنده همین حماسه است. اکو داره. خب امروز 22 بهمن 97 همینجور که ملاحظه میکنید سیل جمعیت میلیونی تموم خیابون رو احاطه کرده و بله اصلا داره آسفالت داره ترک میخوره زیر بار ازدحام این جمعیت. بعد آیه اتاق فرمان، آقا این چی بودین؟ میخوایم ما ضایع کنیم ما رو؟ بله، و اما حماسه حضور که با شعارهای دشمن شکن حزب الله در آسمان و ام القرای ولایت طنین انداز شد. بشایید، اما حالا دستو یعنی مرگ بر دستو ترام دستو ترام. آقا این چی میگو؟ دست رو. آقا این مرگ بر آمریکا چی شد؟ کجا رفتین؟ وضعیت گرفتم هوا پس. آقا حماسه حضور امروز آمدند و آسفالت را ترکاندند. ای براندازان این صحنه را ببینید و بر خویشتن خویش بلرزید. آنان آمدند حضور به زور. حماسه حضور، ای استکبار، درست است که کیک زرد را از ما گرفتید، اما بسیج کیکی میپزد با این هواخامه ولایی و ما از آرمانهای ژله‌ای امام راحل کوتاه نمی آییم. و با اون آلبالوه هست که روشیه دوم داره، با اون دومشون با اون تجدید بیعت میکنیم و حماسه حضور با بیانات حسن روحانی به اوج خود رسید. سید ما برای ساختن انواع موشک‌های ضد زره، انواع موشک‌های پدافند هوایی، انواع موشک‌های زمین به دریا و دریا به دریا، انواع موشک‌های هوا به هوا و انواع موشک‌های زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت. کارشناسان سپاه ماستاران در ادامه گفتند پوشک‌های ضد رطوبت و موشک‌های دریا به زمین، زمین به جنگل، جنگل به صحرا، صحرا به خونه، یک سو دل من یک سو دل تو بر تار موی. و اما حماسه حضور در ادامه ستاد موشکی هوافضا از این موشک‌ها رونمایی کردند. نه موشک، آقای فرمان جان، اتاق فرمان جان، موشک این لوله بخاریه که موشک چی شد؟ و اما حماسه حضور که با بیانات یکی از طلاب شرکت کننده در این راهپیمایی در رابطه با دستاوردهای نظام در 40 سالگی به اوج خود رسید. بازم سید
دشمنان سعی دارن که بگن نظام ولایی ما در طول 40 سال اخیر هیچ غلطی نکرده و دستاوردی نداشته، در حالی که اصلا اینطور نیسته. همین الان ما هممون حداقل 10 دانه موبایل در میان جیبمون داریم، در حالی که سال 57 یه دونه موبایل هم نبود. خب اگه این دستاورد نظام نیست پس چیه؟ یا مثلا همین الان ما رفتیم رستوران، نفر یه پرس بیف استکبارانوف خوردیم، همچین چیزی زدیم، در حالی که سال 57 ماکسیموم چیزی که علما مخوردن یه اشکنه بود، یه ماش پیازو. این هم به هر حال دستاوردهای 40 ساله نظامه. البته دستاوردهای نظام مربوط به داخل کشور فقط نیسته. در عرصه بین المللی تیم رئال مادرید در سال 57 6 تا قهرمانی چمپیونز لیگ داشته، اما سال 97 13 تا قهرمانی. ببینید یه چقدر زیاد شده. خب این همه دستاوردهای نظامه. اصلا همه اینا به کنار، همه اینا به کنار. بنده، بله خود بنده رو ببینید، بنده 40 سال پیش کلا رو هم رفته 42 کیلو وزن داشتم، اما الان بعد گذشت 40 سال از عمر با برکت نظام شما نگاه بکنید این گردن کلفت داره تبر نمیزنه. میبینی؟ آره این جیب بنده رو ببین تا پام هسته. خب اینا همه دستاوردهای نظامه. همه اینا به کنار، همه اینا به کنار. در زمینه تولید آخوند سر سفره انقلاب ببین چه قیامتی به پا کردیم. نگاه کن دور اطراف رو نگاه کن، تولید انبوه. و اما حماسه حضور، زور، دور، بور، کور،